الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 28مین از شرح و توضیحات شکننده های اسلام است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شرح و تفسیر و بیان نمودن پنجمین شکننده اسلام می پردازیم. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی میگویند: قال المصنف رحمه الله الخامس. مصنف شیخ الاسلام رحمه الله در کتاب النواقض الاسلام، شکننده های اسلام، میگویند الخامس، پنجمین شکننده اسلام: من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر اجماعا. هر کسی که بغض و عداوت داشته باشد نسبت یک چیز از آورده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگرچه به همان چیز عمل کند هم به اجماع همه مسلمین و مؤمنین و علما این کافر است. و دلیل به این قول، دلیل به این شکننده، سوره محمد آیت 9 است. قوله تعالی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا، برای اینکه آنها بد دیدند، بدشان آمد، بغض داشتند به آن چیزی که الله برایشان نازل کرده بود، یعنی به شریعت. به همین سببی که شریعت را بد دیدند، نازل کرده الله قرآن و سنت را بد دیدند، الله فاحبط اعمالهم، عملهای این انسان را هبطه کرد، یعنی اینها کافر شدند. ببینید، یک عباره دیگر که به تکفیر الله دیگر انسانها را دلالت میکند همین است که الله یگان گناه را ذکر کند و بعد از این گوید که به سبب همین گناه عملشان هبطه شد. بدانید که الله در اینجا تکفیر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که الله در قرآن میگوید که فقط عمل کفار هبطه میشد، عملی کسایی که مرتد میشوند هبطه میشود. پس کسی که شریعت را بد دید، الله عملش را هبطه کرد. برای چی عملش هبطه شد؟ برای اینکه الله او را تکفیر کرد، او اسلام شکست، از ملت اسلام خارج شد و همه عملهایی که پیش از این کرده بود هبطه شد، یعنی نابود شد. عملی کدام انسان نابود می شود؟ انسانی که کافر شود. اگر این انسان گناهگار می شد، اگر این انسان یگان گناهی کبیره می کرد، گناهش بزرگ باشد هم اگر کفر اکبر نمی بود، این انسان عملش هبطه نمی شد، زیرا که انسانی گناهگار عملش هبطه نمی شود، عملش در جایش می ایستد. انسانی که بر بالایش کفر ثابت می شود عملش هبطه می شود. از همین جهت هر کسی که یک چیزی آورده رسول الله را بد بیند، کوچکترین چیزی ثابت شده از رسول الله را بد بیند، اگرچه خودش عمل کند اما بد بیند، این کافر است، اسلامش شکست، این مرتد شد، خارج از ملت اسلام شد. اگر توبه نکرده بمیرد خالدا مخلدا فی النار ابد است، ابدالابد در آتش جهنم می سوزد. سبحان الله. برادران و خواهران موحدم، یک چیز را خوب دقت بدهید. این چیز همین است که هر توحید و ایمان و اسلامی که ما ذکر میکنیم در گرد و اطراف لا اله الا الله است.
رکنهای لا اله الا الله را بجا آوردن، شرطهاش را بجا آوردن، مقتضای لا اله الا الله را بجا آوردن، انمین اسلام است، ایمان است و همین توحید است. و هر یک شکننده اسلامی که ما به شما ذکر میکنیم و شکننده اسلامی را که شما میبینید، نظر کنید که در گرد و اطراف لا اله الا الله است. اولین شکننده اسلام شرک است. شرک یعنی چی؟ یعنی رکنی، بگویم اولا به الله یک چیز را شریک قرار دادن. این شکننده در کجا است؟ در گرد و اطراف لا اله الا الله است. رکن لا اله الا الله را انسان مشرک به جان آورد، نه نفی را نه اثبات را. انسان مشرک لا اله الا الله را گفت اما کفر به طاغوت ندارد، اما براءت از کفر و شرک ندارد و این چنین ایمان به الله ندارد. الا الله گفت اما عمل نکرد، زیرا که الا الله اثبات کردن الله در ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات و حاکمیت و غیره اثبات نکرد. دومین شکننده اسلام، من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم و یسألهم الشفاعة و توکل الیهم. کسی که بین خود و بین الله واسطه گرفت، همونها را دعا کرد، به همونها توکل کرد و همونها را شفاعت طلبید، اینم شرک است، شرک اکبر است. به خاطر این که بسیار مردم به همین شرک واقع شدن، از درون شرک گرفته شد. و این انسان هم شکننده دوم اسلام هم نبودن رکن لا اله الا الله، نه نفی نه اثبات. از نظر شرط این مشرکا را نظر کنیم، مشرکا شرط صحت لا اله الا الله را، شکننده اول شکننده دومی اسلام را وقتی که نظر بکنید، این مشرکین لا اله الا الله را علم ندارند، در بالاش علم ندارند، خیرت ندارند، فهم ندارند. پس شرط صحت اول را ندارند که علم است. شرط صحت دوم یگانگی الله به یقین ندارند، صدق ندارند، زیرا که شریعت قبول نکردند، صادق نیستند، اخلاص ندارند. مشرکین نه دو رکن لا اله الا الله را دارند، نه هفت شرط لا اله الا الله را دارند. به خاطر همین هر کفر و هر شرک و هر یک رده‌ای که امروز در بین امت هست، در بجان آوردن رکنهای لا اله الا الله و شرطهای صحت لا اله الا الله است. شکننده سوم، من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صح مذهبهم فقط کفر. هر کسی که مشرک را مشرک نگفت یا شک کرد در مشرک بودن آنها یا مذهب آنها را صحیح داد، به تحقیق کافر شد به اجماع علما. این کفرش در علم است، علم ندارد. شرط صحت علم بود، علم ندارد و یا که بسیاریش اخلاص ندارد، قبول ندارد، قبول نکرد. شریعت کامل قاضری ها قبول نکردند. شریعت قبول کردند اما جایی که به خودشان معقول است همون جور قبول کردند. به فایده منفعت خودشان را قبول کردند، جایی که به فایده خودشان نیست قبول نکردند. چهارمین شکننده، من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم افضل من هدي او ان حكمه افضل من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. آنهایی که اعتقاد کردند یا کسایی که اعتقاد میکنند که هدی و منهج و راه و برنامه و نظامی کسی دیگری غیر از رسول الله بهتر است از رسول الله، راه رویش غیر رسول الله بهتر از رسول الله، یا حکم غیر رسول الله بهتر از حکم رسول الله بگوید، به مانند کسانی که حکم طاغوت را در این سال زمان بهتر و افضلتر میدانند، این کافر است، اسلام شکست. مشکلی این انسان در کجا شد؟ در صدق، در اخلاص، در قبول نکرد شریعت الله را کاملا و در انقیاد هم پایبندی آورده پیامبر صلی الله علیه و سلم نشد. شرط های صحت یکچند شرط های شکست و این چنین پنجمین شکننده اسلام، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول کفر ولو عمل به کفر اجماعا. هر کسی که بغض داشته باشد، بدبینی داشته باشد به یگان چیز از آورده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگرچه خودش به همون چیز عمل کند، خودش عمل میکند اما بدش میآید، بد میبیند، کافر است به اجماع همه علما، به اجماع سلف صالح. کسی که این انکار کند کافر است. و مشکل این انسان هم در همون شرط صحت لا اله الا الله است، زیرا که محبت ندارد. یکی از شرط های صحت لا اله الا الله این محبت است. یعنی انسان همان وقت مسلمان می شود که دو رکن لا اله الا الله را بجا بیارد که نفی است و انکار است، کفر به طاغوت و براءت و اثبات یگانگی الله، و بعد از این 7 شرط صحت را بجا بیارد که یکمینش علم است. باید به لا اله الا الله علم داشته باشد که ضدش جهل است.
کسی که مشرک شد از جهل به کفر جهل واقع شد، کافر است، زیرا که شرط صحت لا اله الا الله رو به جان آورد. کسی که شک و شبهه دارد پس یقین شرط صحت لا اله الا الله رو به جان آورد، پس به کفر شک واقع شد. و کسی که شریعت را دروغ شمارید به مانند عازری ها، پس صدق ندارد. عازری ها صدق ندارد، شرط صحت لا اله الا الله به خاطر همین به کفر کذب، به کفر تکذیب واقع شد. عازری ها به کفر تکذیب واقع شدند، الله و رسول دروغگو گفتند. و کسایی که به شکننده چهارم غلطیدن، اینها قبول نکردند، به خاطر همین انکار کردند حد و منهج هدی و آورده رسول الله و حکم الله و رسول الله را. و کسایی که به شکننده پنجم واقع شدند، بدبینی نسبت شریعت دارند، اینها شرط صحت لا اله الا الله، شرط صحت چهارمش را که این محبت است، محبت را ترک کردند. محبت این دوست داشتن لا اله الا الله، دوست داشتن قرآن و سنت، دوست داشتن شریعت از اول تا به آخر، دوست داشتن الله و رسول الله، مؤمنین، دوست داشتن تمام چیزی که الله در قرآن و رسول الله در سنت برای ما آوردند. از اقتصاد، مسائل اولا از حلال و حرام، مسائل امر و نهی، از مسائل سیاست، از مسائل معاملات بین خانوادگی، بین کشورهای، بین مسلمان و کافر، مسلمان به مسلمان، حقوق بین مسلمان به مسلمان، حقوق بین مسلمان و معامله با کفار و غیره. از تمام چیزی که در شریعت آمده، از یگانه الله عبادت کردن و انکار شرک و تکفیر کردن مشرکین و کفر ورزیدن به طاغوت و براءت، همه اینه باید قبول بکنی، عمل بکنی و دوست بداری. محبت، شرط محبت لا اله الا الله همین است که وقتی که لا اله الا الله گفتی، همه شریعت را که 100% آمده است، هر چیزی که از شریعت اثبات شد دوست بداری. اگر یک چیزی به اجماع ثابت شده از شریعت را قبول نکردی، یا بگیم قبول کردی، عمل کردی، اما بد میبینی، بغض داری نسبتش، کافر هستی، مشرک هستی، مرتد شدی، خارج از ملت اسلام شدی، همه عملهای کردهت باطل شد، بین تو و زنت طلاق افتاد، برای تو جنازه خواندن حرام است، به قبرستان مسلمان گرانیدن حرام است، برای تو الله رحمت کند گفتن حرام است، 100 شتر کشند، 1000 بار قرآن برایت ختم کنند، به تو فایده ندارد. اگر توبه نکرده بمیری جهنمی استی، به خاطر اینکه یک آورده رسول الله را بد دیدی. شرط چهارمینی لا اله الا الله، شرط اول علم است، شرط دوم یقین است، شرط سوم صدق است، شرط چهارم محبت است. شرط چهارمینی شرط صحت لا اله الا الله، محبت، دوست داشتنی لا اله الا الله، محمد رسول الله، قرآن، سنت، الله، رسول، مؤمنین و تمام شریعت را به جان آوردی. بغض که ضد شرط است، به کفر بغض، به کفر بدبینی واقع شدی. مشرکین اگر خوب دقت بدید، کسایی که مرتد میشوند، کافر میشوند، یا به همون 7 شرط لا اله الا الله نظر بکنید، به 2 رکن به 7 شرط، به همین واقع میشن، به ترکش واقع میشن. علم شرط صحت لا اله الا الله است، ضدش جهل است، کفر جهل. چلی که ابن القیم الجوزی در کتاب طریق الهجرتین طبقه 14 و 17 ذکر میکنه. شک و شبهه ضد یقین است. کسی که شک و شبهه به دین دارد، یقین ندارد، پس کافر است. باید تو به هر یک شریعت یقین داشته باشی، شک نداشته باشی. کسایی که شک دارن کافر مرتد است. آیا همین درست باشد نباشد، خیر چه خیلی باور کنیم، به این گپا باور کردن نمیشود، میشود چیکار کنیم؟ بسیار انسان ها در شک و شبهه هستند، به روسی سمنی میگن، کفار مشرکینند، برای اینکه به دین قول یقین نکردن. شرط صحت لا اله الا الله یقین بود. بعد از این صدق، کسایی که صدق نکردند، تصدیق نکردن شریعت را، تکذیب شریعت کردن، دروغین و شریعت را تکذیب کردن، به مانند عازری ها، یا قبول نکردن این چنین به مانند عازری ها، و این چنین محبت و این چنین مشرکین، کسایی که اخلاص ندارند، پس مشرکینند، به الله شریک قرار دادن، اخلاص شرط اخلاص را ندارند. و امروز شکننده پنجم، کسانی که به شکننده پنجم واقع شدند، اینها محبت به اسلام ندارند، اینها شرط صحت لا اله الا الله، محبت را ترک کردند و به اسلام وقتی که داخل شده بودند گشتند و از اسلام با بیرون شدند، اسلامشون شکست، نابود شد و کافر شدند. اگر توبه نکرده بمیرند، خالدن مخلدن فی النار ابد است. ما اولا نظر میکنیم، همچون عادت خودمون که ما گفتیم هر باری که یک شکننده نوی رو ذکر میکنیم، از همین 10 شکننده اول نظر میکنیم به شکننده اسلام علی بن خدیر.
بعد از اینکه کتاب علی بن خدیر رو به شما بیان کردیم در شکننده اسلام، بعد از این 10 شکننده اسلام 10 کتاب دیگر، زیاده از 10-15 کتاب دیگر رو مختصر کرده من به شما بیان میکنم. حالا ما وقتی که شکننده اسلام رو به شما شرح داده استیم، زیاده از 15-20 کتاب رو مختصر کرده به شما جایهای مهمش رو رسانیده استیم. خیلی مهم است. علی بن خدیر در کتاب شکننده اسلام خود در حالت مختصر صفحه 10 میگویند که الدلیل علی ذلك نقل ابن بطه فی الابانه صفحه 11 و 200. یعنی دلیل به این گفته میگه نقل کرد ابن بطه در ابانه در صفحه 211 برای خوب فهمیدن شکننده پنجم اسلام که این خیلی شکننده بوده است. ابن بطه خوب بیان میکنند و میگویند در کتاب الابانه صفحه 211 نظر بکنید، این کتاب مطبوع است، چاپ شدگی است، در همه جا وجود دارد. اما اهل بدعت از این کتاب دورند. این کتاب علامت اهل سنت است. کتاب السنه، شرح السنه للبربهاری، کتاب الابانه لابن بطه، این کتاب های علامت اهل سنت است اگر خوب فهمید. ابن بطه رحمه الله گفتند لو ان رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل الا شيئا واحدا كان يرد ذلك شيء كافرا عند جميع العلماء. ببینید اگر یک مرد، اگر یک انسان ایمان بیاورد به جمیع آورده های رسول الله، به همه آورده های رسول الله ایمان بیاورد، یعنی تصدیق کند و اقرار کند، بجز یک چیز رد کند، قبول نکند یا که بد بیند، یک چیز آورده رسول الله بد بیند، به همین که 99 از 99% قبول کرد و تصدیق کرد، لیکن 1% نه از 1%، 99 از 1%، 99 از 99 قبول کرد، یک با درجه کمش به یک مسئله که در قرآن و سنت ثابت است، دیده و دانسته بد دید، بغض نسبتش دارد، این کافر است در نزد جمیع علما، در نزد همه علما، یعنی به اجماع علما. علی بن خدیر میگند در اینجا حرفی من لو ان رجلا آمن بجميع ما جاء بالرسول ذلك عند جميع العلماء وقوله من میگن که عامة شرطية فهي عامة في المرأة والرجل وفي الكبير. و یعنی ببینید در همین جا میگد این شکننده اسلام عام هست، این من عامه شرطیه هست، هم به زن تعلق دارد این شکننده، هم به مرد، هم به بزرگ. اما الا ان الصغير لا يدخل في الحكم في جميع هذه النواقض. میگد علی بن خدیر میگد که ببینید زن اگر به شکننده اسلام واقع به همین شکننده پنجم واقع شود، کافر میشود، مرتد میشود. زن هم یک چیز بد ببیند کافر است، مرتد است. مرد هم بد ببیند یک چیز رو کافر است و مرتد است. خواه بزرگ باشد خواه کوچک لیکن به سن بلاغت، بعد از سن بلاغت حساب میشود گفتند. اما صغیر کسایی که میده هستند، یعنی کودک هستند، کسایی که در سن حالات تمیز هستند، در این مسائل گفتند اینها را تکفیر کرده نمیشود. الا ان الصغير گفتند لا يدخل في الحكم في جميع هذه النواقض. مگرم گفتن صغیر یعنی ما یک انسانی کوچک، یک دخترچه کوچک و یک پسرچه کوچک رو که یک مسئله شرعی رو بد دید، حالا به بلاغت نرسیده یا به سن تمیز نرسیده، حالا نفهمیده، در این مسئله گفتند این انسان همه نواقض به برابر نمیشه. چخیلی که گفتیم در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر، پسر بچه و دختر بچه وقتی که به سن تمیز رسید 10-11 سال است، اینا کافر گفته میشد، اگرچه تکفیر اسم است، تکفیر معذب ندارد. اما در بعض از چیزها به مانند شکننده پنجم، انسان به سن تمیز رسیده باشد هم یک چیز نفهمیده بعد ببیند، به سن تمیز رسیده باشد هم کافر گفته نمیشد، زیرا که درجه این به شرک اکبر و کفر اکبر نمیرسد. بارک الله فیکم. یعنی آشکاریش اینقدر آشکاری سخت نیست به مانند شرک اکبر گفتند یا دشنام دادن الله و رسول و غیره. از همین جهت فرق گذاشتند. یا اینچنین گفتند مجنون، کسی که مجنون باشد او هم به خاطر بد دیدن یک مسئله شرعی اونا کافر گفته حکم کرده نمیشد. انسانی مجنونی که مسلمان بود، یک زن یا یک مرد موحد است اما مجنون شد، دیوانه شد، در حالت که مجنونی خودش رو نفهمید و بعض از مسائل شریعت رو بد دید، سخنهای بدبینیش رو بیان کرد، از سبب
این مجنون بودنش معذور است. یا انسانی که بگویم پسر بچه یا دختر بچه که کودک است معذور است. اینو کفر گفتن نمیشد به سبب بد دیدن بعضی چیزا. و این قاعده گفتن للمسلم والکافر هم به مسلمان تعلق دارد هم به کافر تعلق دارد. این یک چیزی عجیب است. بله شما میگید که مسلمان اگر یک چیزی آورده پیامبر آورده رو بد بیند کافر می شود، لیکن کافر به این شکننده اسلام چه خیلی واقع می شود؟ کافر است. علی بن خضیر گفتن که ولو قال قائل اصل کافر کافر، اصلی کافر است. به این شکننده چه تعلق دارد؟ میگم که نقول یزداد کفرا اذا فعل شيء من المحرمات او النواقض ولذا فسيع ان الكفار مخاطبون بفروع الشریعه. کفار است. هر کسی که مسلمان است کافر است، لیکن همین کافر اگر با ایوازی کافریش با کفر کند، با بالای کافریش با یک کفری دیگر کند، کافر است با شریعت بنده بیند، کافر است با زینای حلال گوید، کافر است عرق نوشی حلال گوید، کافر است الله دشنام تید، با بالای کفرش کفری دیگر زیاد شدن میگیرد. در روز قیامت کافرها هم که وقتی که به دوزخ میدرند درجه ها از هم دیگر فرق دارد. یک کافر است در چقورترین و وزنینترین و سختترین جای دوزخ است. برای چی؟ برای اینکه این کافر بود مسلمان نشد، بالای کافر مسلمان نشدنش دشمنی به اسلام کرد، بالای این قرآن سوزانید، بالای این دشنام الله رسول کرد. یک کافری دیگر است، این کافر است اما الله رسول دشنام نداد، مسلمانو که دشمنی نکرد، این یک کافر عادی زندگی کرد و گشت، اینم کافر است، جهنم رود، اسلام فهمید و ایمان نورد، جهنم میرود. در روایت امام مسلم صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند لا يسمع به من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به. هر یک یهودی و نصرانی که از این امت است مرا شنید و بعد از این به من ایمان نآورد و مات علی ذلك و در همین حالت وفات کرد الا يدخل النار فهو في النار گفتند، این از آتش دوزخ میشود. پس بارک الله فیکم. یک کافر پیامبر شنید ایمان نآورد کافر است، از اهل دوزخ است، اما دشمنی به اسلام نکرد، اما الله رسول دشنام نداد، اما قرآن نسوزانید. این کافر از کافری که گناه زیاد میکند فرق دارد، عذابش در روز قیامت فرق میکند. بارک الله فیکم. از همین جهت کافری که یک آورده رسول الله بد بیند باز گناهش سختتر و عذابش سختتر است، زیرا که قول صحیح چی است؟ کفار هم مخاطب به فروع شریعت هستند. یعنی همین نماز به همه فرض است. کافرها به سبب کافر بودنش یک گناه میگیرد، به سبب نماز نخوندنش با گناه است، به سبب روزه نداشتن با گناه است. انا هم خیلی گناه کفر خیلی زیاد است. و در دوامش علی بن خضیر بیان میگن که ابغض، کلمه ابغض در اینجا استفاده شد در شکننده اسلام پنجم، دلیل على انه عمل قلبی متعلق بالقلب لان البغض محله القلب. همین کلمه بغض محلش کجا است؟ جسم است و زبان است و قلب است. برادرانم و خواهران موحدم، چخیلی که ایمان از قلب به وجود می آید، از زبان به وجود می آید، از عمل به وجود می آید، زیاد و کم می شود. کفر هم، شکننده اسلام هم از قلب به وجود می آید، از زبان به وجود می آید و از عمل به وجود می آید و زیاد و کم می شود. یعنی یک انسان است که اسلامش می شکند به سبب زبانش، الله دشنام داد، رسول الله دشنام داد، یا استهزاء به زبانش کرد، اسلامش شکست. یک انسان است که به عملش اسلامش می شکند، یا به ترک عمل یا که به انجام دادن عمل. ترک عمل نماز ترک کرد، اسلامش شکست، کافر شد به ترک عمل. یا که به عمل رفت و سجده به غیر الله کرد، طواف به غیر الله کرد، ذبح به غیر الله کرد، به عمل کافر شد. یا انسان به واسطه قلبش کافر می شود، ظاهرا مسلمان است، عملی شرکی نکرد، زبان کتیم عملی کفر شرکی نکرد، لیکن به قلبش بد دید. بغض این از عملی قلب است، زیرا که برادران و خواهران عزیز قلب هم به دو قسم تقسیم می شود. قول قلب، سخن قلب، این اعتقاد قلب است. به مانند اینکه ایمان آوردن به دوزخ، به جنت، ایمان آوردن به یگانگی الله، ایمان آوردن به رسولان، تصدیق کردن، همه این مسئله اعتقادی و این قول قلب است، عمل نه، سخن قلب است. اما عمل قلب این 50% باقی مانده قلب است که این دوست داشتن، بد دیدن، توکل کردن، امید کردن، همین بغض هم عمل قلب است.
پس علی ابن خضیر میگن که وقتی که کلمه بغض آمد این دلیل میکند که این عملی قلبی متعلق به قلب است، زیرا که بغض محلش قلب است. کسی که بغض به شریعت دارد شکننده اسلام به او واقع شد، این انسان به شکننده اسلام واقع شد و به سبب بغض کافر شد و کفرش از قلب است، از قلبش کافر شد. ابغض شیئا، بعد ببینه چیزی رو، شیئا یک چیزی رو، کدام چیز نباشد، یگان چیزی معین رو شریعت ذکر نکرد، مطلق. علی ابن خضیر در شکننده اسلام میگن که نکرة فی سیاق شرط فتکون عامه. کلمه شیئا این نکره هست، یعنی معرفه نیست، نکره هست یعنی نامعلوم است، یک چیزی معین بودنش معلوم نیست. این شیء یعنی همه چیز است. در سیاق شرط که اومد، پس این عموم را افاده میکند، یعنی عموم هر چیزی که پیامبر آوردند، از درون پیامبر آورده چیزها عموم یک چیزه. وقتی که بد دیدی ولو ابغض شیئا واحدا، اگر بد ببینی یک چیز رو از زمین آورده رسول الله، پس به شکننده اسلام واقع شدی، کافر شدی. دوامش به من ابغض شیئا مما جاء به، هر آن چیزی که رسول الله آوردند، مما جاء به، مما هر آن چیزی که جاء به آوردند رسول الله، آمدن رسول الله با همون شریعت، یعنی همون شریعت پیامبر آوردند. علی ابن خضیر میگن که موصوله بمعنى الذي جاء به الرسول، ای اسم جامع لكل ما جاء به الرسول. مما جاء به چی بود است؟ اسم جامع، یعنی هر آن چیزی که رسول الله آوردند. و هو کنایه اما جاء به، اما جاء فی جمیع الدین و یشمل ما جاء فی القرآن، یعنی این شامل است هر چیزی که رسول الله آوردند در قرآن و در سنت. هر چیزی که رسول الله قولا آوردند، به سخنشون گفتند، به عملشون نشان دادند، به اعتقادشون بیان کردند، اعتقاد پیامبر بود، عملی پیامبر بود، سخنی پیامبر بود، یا که تقریرات پیامبر بود. همون انسان بعد دید سخنی پیامبر گفته رو، یا که عملی پیامبر کرده رو، یا که اقراری که پیامبر کردند، یا که اعتقادی که پیامبر دارند، همون کسی که بعد دید به شکننده اسلام واقع شد، کافر شد. ولو عمل به، اگرچه عمل کند. علی ابن خضیر گفتند یکفر حتی ولو عمل به، انسان کافر می شود اگرچه عمل بکند. بمانند چی؟ یک انسان ریش میگذارد، ریش به عمل میکند، اما همین ریش رو گذاشتنش رو بد میبیند، بغض دارد نسبت ریش، بغض دارد به همون پیامبر آورده چیز، میگه پیامبر چی بهم آوردن، من این ریش قبول ندارم، یا که بد میبینم. اگر چه خودش ریش مونده باشد، قلباً بد میبیند، کافر است. یک زن نقاب میپوشد، حجاب میپوشد، اما مجبوراً از سبب ترس شوهرش است، از کسی میپوشد، به قلبش همین آورده رسول الله، همین آورده الله، همین فرموده الله بد میبیند، بغض دارد نسبت حجاب. اگرچه حجاب پوشد هم کافر است، مشرک است، زیرا که این یک بغض، این یک کفر مستقل است. عمل کنید هم کافر میشید. سبحان الله. پس در این مسئله خیلی احتیاط باشید. علی ابن خضیر عاده و صادی، عاده بگیم عادی و صاده، انا همون جمله که محمد ابن عبدالوهاب آورند، جمله رو قسم به قسمش به شما شرح و توضیح دادند که ما به شما بیان کردیم. انمین از شکننده پنجمی اسلام، پنجمی شکننده که اسلام شما رو نابود میکند همین است. علی ابن خضیر میگن مسئله هست یسمى هذا ناقض حکم مبغض الدین. نام این شکننده اسلام رو گفتند، نامگذاری کردند علما. نام این شکننده چی است؟ حکمی مبغض دین، حکمی بد بیننده دین. فهمیدید؟ حکمی بد بیننده دین، حکمی کسانی که دین رو، شریعت رو، یک آورده رسول الله رو، یک آورده قرآن سنت رو بد میبینند. حکمی بد بیننده دین. ناقضی پنجم انمین حکمی کسانی است که اسلام رو بد میبینند، یک آورده رسول الله رو بد میبینند.
و چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اند به دو قسم تقسیم می شود. خوب دقت بدید. یکم عقیده، بارک الله فیکم، و دوم این عمل و یا قولی و غیره. معروف است اولین آورده رسول الله صلی الله علیه و سلم این عقیده است. اما افسوس که امروز مسلمان ها از عقیده بیخبرند. عقیده چیست؟ عقیده در لغت عقد. مثلا شما میگید عقدی نکاح کردیم، عقدی تجارت کردیم. عقد یعنی گره کردن و بستن و پیوستن در لغت. در اصطلاح شریعت عقیده همان علمی که شما را به الله، شناختن الله، پیوست به الله میکند، شما را به الله نزدیک میکند. همان علمهای ذهنی و علمهایی که شما را به شناخت الله و به معرفت الله میرد. این عقیده است. و عقیده را توحید هم میگن. توحید و عقیده را علما کلمه های مترادف هم معنا میگن، مرادف هم معنا میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث شدند در سن 40 سالگیشون در مکه، الله پیامبر را گفت که تو پیامبری من هستی. اولین چیزی که به پیامبر امر کرد که به مردم بگو این چی بود؟ نماز خوانند، روزه دارند، حج روند، یا که دیگر چیز بود؟ فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاصدع یعنی سخنی حق، آشکار، ظاهر، نترسیده بگو، اگرچه به تو ضرری برسد هم. فاصدع کلمه صدع همین است که بروی مخالفان سخنی حق میگویی، پنهان نکرده سخنی حق گفتن صدع میگن. فاصدع سخنی حق آشکار بگو. یعنی سخنی حق چی؟ یکتا پرستی، توحید، یگانه بودن الله به مشرکین بگو. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکین روی گردان، جدا شو، اجتناب بکن، براءت کن. یعنی اولین دعوت پیامبر این دعوت عقیدوی بود، دعوت یکتا پرستی بود، دعوت قبول کردن یگانه بودن الله، هم در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات، در حکم، و این چنین یگانه بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم در رسالت بود. لا اله الا الله محمد رسول الله بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط 10 سال به همین لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت کردند. و این علم است و این همه عقیده است. یعنی الله یگانه خالق است، یگانه رازق است. این مسئله ربوبیت مسئله اختلافی نبود. مشرکین این قبول داشتند. در این مسئله پیامبر با مشرک اختلاف نکردند. یگانه بودن الله در عبادت. ای مشرکین الله یگانه عبادت کنید. ای مشرکین در توحید عملی عقیده درست داشته باشید که بین خود و بین الله این هیکل ها را واسطه نگیرید. شما راست می توانید به الله نزدیک شوید. ای مشرکین قبر پرست نباشید، هیکل پرست نباشید. ای مشرکین قانون های الله عوض نکنید، قبول بکنید. ای مشرکین همون رب العالمینه که خالق است و رازق است و عالم الغیب است، انمون است که باید عبادت کرده شود. ای مشرکین من از جانب الله به سوی شما پیامبر آمدم. گویان پیامبر دعوت میکردند. دعوت پیامبر 10 سال فقط دعوت عقیدوی بود. اما امروز یعنی معنای سخن ما این نیست که بعد از 10 سال باقی مونده، از 13 سال دیگر پیامبر عقیدوی دعوت نکردن. نه، باقی مونده 13 سال هم به خاطر عقیده جهاد کردند، به خاطر عقیده هجرت کردند، به خاطر عقیده زندگی کردند، به خاطر توحید، کفر بالطاغوت، ایمان به الله، برات از کفار مشرکین، بله زندگی کردند. اما بعد از 10 سال به جانب توحید، به پهلوی توحید باز دیگر حکم ها به مانند اینکه مثلا نماز خواندن، روزه داشتن، حج کردن آهسته آهسته اضافه شد. اما اول عقیده است. پس معناش همین است که عقیده من و شما مثل عقیده پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. چگونه که پیامبر الله را یگانه میدونست ما باید همچنین الله یگانه دانیم. چگونه که پیامبر به ما تعلیم دادن همان گونه باشیم. در غیر این سنت ما گمراه هستیم. کفار مشرکین میشود. از جمله کفار مشرکین میشود کسی که در باب عقیده مخالف به پیامبر باشد. انکنون به موضوع باز میگردیم. پس دین ما آورده های رسول الله به 2 قسم تقسیم میشد. رسول الله اول عقیده آوردند، بعد عمل به همون عقیده آوردند. عقیده این توحید است. هر کسی که به همون آورده رسول الله از جانب عقیده
مخالف باشد کافر است، مشرک است، مرتد است اگر خوش مسلمان بود. اگر به یک آورده رسول الله مخالفت کند، قبول نکند، پس این رسول الله را دروغ شماریده، پس این کافر مرتد شد. بمانند مثال عادی میاریم. آذری که تکفیر کردن مشرک قبول ندارد، میگوید که الحمدلله رب العالمین، من حافظ قرآن هستم، من 20 سال در فلان جا تعلیم گرفتم، محدث هستم، من قرآن از این تا آنجا خوندم، این است و آن است. اما میگد که همین تکفیر مشرکین ما قبول نداریم، ما این چیز قبول نداریم، این چیز از شما است، این آن میگد. به او حجت رسانیده میشود. بعد از رسیدن حجت هم عاذری باز قبول ندارد تکفیر مشرکین و بعد میبیند، خیلی هم بعد میبیند تکفیر مشرکین، بدنش به لرزه میاد از تکفیر مشرکین، غضبش میآید. پس این آدم چی است؟ این آدم به شکننده اسلام واقع شد، به همین سبب کافر شد، زیرا که بغض و عداوت دارد به آورده رسول الله، قبول ندارد آورده رسول الله، دروغ گفت رسول الله. مناط تکفیرش یک چند است. یکی از عاذری ها شما در یاد دارید، شاید در سال گذشته وقتی که به ما گویا که جواب میگفت، در یکی از صحبتاش گفت است که شما کفر به طاغوت میگید، کفر به طاغوت میگید، کفر به طاغوت میگید، غیر از همین دیگر چیز ندارید، ما را بیزار کردید به کفر به طاغوت گفتن میگید. یعنی اینها کفر به طاغوت از کلمه کفر به طاغوت بدشون میآید. جهمی ها کافر شدند به خاطر کفر به طاغوت را بد دیدنشون. شریعت 99 از دانو قبول کردند، کفر به طاغوت بد دیدند. شریعت 99 از دانو قبول کردند، اما در 1% نیم فایز براءت بد دیدند. میگن که همه شریعت قبول است، اما براءت از کردن از کفار و مشرکین قبول نیست. یعنی ما بدم میاد، پدر و مادر کتی چخیل براءت میکنید، کفار مشرکین باشد، هم گویان بغض و عداوت به جانب تکفیر مشرکین دارند، بغض و عداوت به جانب کفر به طاغوت دارند، بغض و بدبینی نسبت براءت دارند. پس اینها کفار مشرکینند. 99 از 99 فایز مسلمان شدند، اما به خاطر اینکه یک حکم آورده رسول الله، یک شریعت آورده رسول الله را اینها بد دیدن، کافر مرتد هستند. ریش دارد، جلباب دارد، زنش نقاب دارد، 10 سال 20 سال خوندگی است، کافر است، مشرک است، مرتد است، زیرا که آورده رسول الله را بد دید. حاکم های طاغوتی این زمانه میگد که الحمدلله ما مسلمانیم، به حکم الله رسول حکم میکنیم، اما میگد به امریکا همراه معامله کردن ما رو این چیزا گپ نزنید، ما همین چیزا بد میبینیم. از شریعت مسئله مظاهرت المشرکین و معاونت کفر بودن بد میبیند. یعنی همکاری نکنید با کفار مشرکین، با اونها دوستی نکنید، گفتگی بد میبیند، به همین چیز بغض دارد، قبول ندارد، کافر شد، مرتد شد. حکومت ها به این شکننده اسلامی حکومت ها واقع شدند. حکومت های امروز، هر حکومتی که خودش مسلمانی میگه نظر کنید، همین کلمه براءت از کفار و مشرکین بد میبیند. هر عالمی که براءت میگه برده یا قتل میکنند یا که حبس میکنند، در حبس میبرند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بد میبینند، بغض و عداوت دارند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلمه براءت عرش اونها را، کرسی اونها را، حکومت اینها را نابود میکند. وقتی که براءت اعلان میکنند، اینها باید مسلمان واقعی شوند. اینها البته که منفعت های کیفیتی لذت زندگیشون نابود میشن. از همین جهت حکومت ها به این شکننده اسلام پنجم واقع شدند، به سبب بد دیدن براءت، به سبب بد دیدن کفر به طاغوت و به سبب بد دیدن کلمه جهاد. امروز چقدر انسان ها کلمه جهاد بد میبینند. امروز چقدر مسلمان های عادی اسلام قبول دارد، نماز 5 وقت میخواند، حج میرود، ریش میگذارد، کلمه جهاد میگویی بس کن، میگد اعوذ بالله، میگد ما این خیلی چیز نداریم، میگد به مانند مدخلی ها خودش سلفی میگد، در مدینه منوره بسیارش تعلیم میگیرد، 10 بار 5 بار حج میکند، میبینی حوست میآید، اما وقتی که کلمه جهاد را گفتی دشمنیش را آشکار اعلام میکند. از کلمه جهاد بدش میآید، از کلمه براءت بدش میآید، از کلمه کفر به طاغوت بغض و عداوت دارد و بدبینی دارد به این کلمه ها. از کلمه براءت کردن از کفار و مشرکین، از کلمه تکفیر بدنش میلرزد، از کلمه جهاد بدنش چنان میلرزد که وجود ندارد. میگه کلمه جهاد معناش دیگر میکند. جهاد اجتهاد، حرکت میگد. جهاد قتال بودن نمیگوید. بعدش میاد چقدر امروز مسلمانان هستن که میگن که الحمدلله رب العالمین، من مسلمانم اما همین تکفیر قبول ندارم، بدم میاد، خیلی بد میبینم. خب مرحمت، کافر مشرک هستی، جهاد بد میبینم، کافر مشرک هستی. این دین الله هست، الله و رسول الله آورد. تو مسلمان شدن خواهی قبول کن، مسلمان شدن نخواهی بد بین، عاقبتت جهنم است.
تو به هیچ کسی ضرر آورده نمیتوانی، به هیچ کسی ضرر رسانیده نمیتوانی. تو دوست داشتنت یا که بد دیدنت یگون کار رو عوض نمیکند. دوست داشتن شریعت و قبول کردنش این به خاطر منفعت خودت است و بد دیدن هم بغض داشتن هم نسبت یکی از احکام شریعت این ضرر به خودت است، نه به مسلمان ها، نه به مؤمنین و مجاهدین، نه به الله و رسول. به هیچ کسی ضرر نداری، عاقبتش خودت رو به جهنم بردی. مشرکین صوفی ها چقدر بد میبینند درباره شرک و کفر بودن قبر پرستی. حزبی ها چقدر بد میبینند درباره حکم الله گپ زدن. آذری ها چقدر بد میبینند درباره تکفیر صحبت کردن. تحریری گمراه چقدر بد میبیند درباره جهاد گپ زدن. این طاغوت های زمانه چقدر تمام شریعت رو بد میبیند، سوره انفال و براءت رو بد میبیند. همه اینها بشکننده اسلامی پنجمین واقع شدند. مسئله دوم این مسئله عقیدوی بود. هر آورده رسول الله عقیدوی رو بد دیدی، کافر استی، کافر استی، کافر استی، مرتد بود، مرتد شدی اگر پیش از این مسلمان باشی. تو باید همش رو قبول بکنی. به تو هیچ کس اجازت نداد حتی در همون رسیه که به خاطر یک پاسپورت، یک کاغذ پاره مثل کاغذی حاجتخانه که شب و روز حرکت میکنی، اگر از همون کانستیتوشنش یکش قبول نمیکنم بگو، برو در یوتیوب بگو که من فلان کانستیتوشن قبول ندارم، فرداش میبرند. عاقبتت تاریکی های ظلماتی های ان همون ترمه هست. به خاطر طاغوت، به خاطر یک کانستیتوشن الکگولی کمونیست ساخته تو رو ترمه میکنه. قسم میخوری به خاطر گرفتن یک پاسپورت حاجتخانه، درجهش مثل حاجتخانه، قسم میخوری که قسم میخورم این و آن که من همین احترام میکنم، همین کانستیتوشن قبول کردم، کافر میشه. همون کفار، همین طاغوت ها قبول ندارد که یک کانستیتوشن قبول نکنی، باید 100% قبول بکنی. این حکم رب العالمین است، این شریعت الله است، این فرستاده الله رب العالمین از بالای 7 آسمان ها، از بالای عرش العظیم است. تو چگونه میشد که قبول نداری؟ امروز چقدر مسلمان ها هست که میگه که ما مسلمان های زمانوی هستیم، ما همه اسلام قبول داریم اما حکم ریده قبول نداریم. به مانند قرضوی مرتد که میگوید رجم، میگه سنگسار کردن به حکم، بگویم حکم زناکاری که محسن است، ما این قبول نداریم. میگه این یک بدبختی ظلم است. میگه یا میگه که ما حکم ریده قبول نداریم. اشعری ها میگه، اشعری های اهل ازهر، این مرتدی میگن که ما حکم ریده قبول نداریم، یعنی حکم قتل ریده قبول نداریم. میگه در اسلام میگه حکم ریده این نیست. میگه چقدر مسلمان های عامه، چقدر مسلمان های عادی مخلص است، نماز میخواند، روزه میدارد، اما مرتد است از این که میگه من همین سنگسار کرده کشتن قبول ندارم. این حکم الله رب العالمین است، تو باید قبول کنی. تو از شریعت آمده هر چیزی که در قرآن و سنت است باید قبول بکنی. انا این از شریعت ما. این سخنها دلالت میکند که شما باید به دین الله که دین اسلام است تسلیم شوید. 100%. اسلام امین است. الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهله. استسلام، تسلیم شدن به الله 100% از توحید. امین است مسلمان که باید تسلیم باشد. اما تو خودت را مسلمان بگویی هر انسان یک چیزی اسلام را قبول نکند، اسلام نابود میکند. اما الله قبول ندارد. این الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله اسلام است. هر چیزی که رسول الله از عقیده آوردن باید قبول بکنی، هر چیزی که از عمل آوردن باید قبول کنی. احکام های عملی، احکام های عملی، این رکن های اسلام، واجبات اسلام، سنت هایی که در اسلام وجود دارد، همیشه در بر میگیرد. هر کسی یکی از این چیزها را بد دید کافر است. علی ابن خدیر میگن که مسئله همین است که گفتند ما مثال ها رو ذکر میکنیم. مثل ابغض اعفاء اللحیه، کسی که بغض و بدبینی پیدا کرد نسبتی بلند کرده، ریشه دراز کرده گذاشتن، یعنی ریشه دراز گذاشتن به بدبینی دارد. تعدد الزوجات، کسی که زن تعدد گرفتنش به بدی دارد، به مانند 2 تا 3 تا 4 تا زنگیری، کسی که بغض نسبت به بدبینی دارد. زنها خیلی احتیاط شوند. زنهایی که به شوهرشون رشک دارند، در رشک غلو میکنند، حتی به درجه میروند که همین آورده رسول الله بد میبینند، همین آورده الله بد میبینند که فرستاده الله، حکم الله که تعدد الزوجات است، میگه که همه شریعت قبول دارم لیکن من قبول ندارم، یا که من بد میبینم، انا من حکم الله بد میبینم. کافر است کسی که نه بد بیند.
یا کسی که حجاب ابغض الحجاب، کسی که حجاب بد دید، یا کسی که بد دید امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا کسی که بد دید جهاد رو گفتند. الی غیر ذلك، غیر این تمام چیزی که در اسلام است. یشترط فی الحکم علی المبغض بالکفر شرطان. برای مبغض گفتن برای کافر بودنش دو شرط است. شرط همین است که گفتن شرط اول ای یعلم ان هذا الشيء ثابت فی الكتاب والسنه فان علم ثبوته وانکره وابغضه کفر. شرط اول همین که انسانی که بغض و عداوت دارد به یک چیز از اسلام، همون چیزی که همون وقت این انسان رو کافر گفته می شود، همون بدبیننده رو بغض و عداوت داشته نسبت اسلام رو همون وقت تکفیر کرده می شود، کافر گفته می شود که همون چیزی که بد می بیند در قرآن و سنت ثابت باشد. یعنی یک نفر بیاید یک چیزی در قرآن و در سنت ثابت شده رو که ثابت است بیاید و نسبت همون بغض داشته باشد، همون رو بد ببیند، انکار بکند، بله کافر است، زیرا که ثابت شده در قرآن و سنت بد دید. شرط دوم ایشترط فیه الاجماع. شرط دوم این که اجماع وجود داشته باشد، یعنی یک چیزی که بد میبیند به اجماع ثابت شده باشد که همین چیز اجماع که ثابت شده باشد. اگر مسئله مختلف فیه اگر بیاد بد بیند یک بار تکفیر کرده نمیشد. خوب دقت بدید. مثلا میگن فلو ابغض حکما مختلفا فيه فانه لا يكفر. اگر یک انسان یک حکمی اختلاف شده در بالایش رو بد بیند، این انسان یک بار تکفیر کرده نمیشد. اما اختلاف شده گفته چه در نظر دارید؟ و قلنا گفتن مختلف فيه ای ان الخلاف له حظ من النظر. اختلافی که در وی اختلافی حظ نظر وجود داشته باشد، یعنی مسائلی که قرآن و سنت آمدگی نیست و مسائل اختلافی اجتهادی است. اما یک مسئله که قرآن و سنت با قرآن و سنت ثابت شد، یک کس آمد و همه بد دید، این کافر است. بارک الله فیکم. خوب در همین مسئله خوب دقت بدید. اما یک مسئله دیگر رو که حالا ما باید حتما ذکر بکنیم، این مسئله همین است که علی بن خضیر گفتن مسئله ما الفرق بین مبغض التشریع و کراهیت العمل. فرق بین این دو در چیز گفتند؟ دو چیز: بد دیدن قانون الله و شریعت الله و کراهیت بدبینی داشتن یا که بعضی از وزنینی پیدا کردن نسبت بعضی از عملها. اینجا گفتن فرق وجود دارد. مثلا حالا ذکر میکنند فالمقصود بهذا الناقض ای یبغض التشریع ای ما جاء به الرسول اما لو لم یبغضه. مقصد از این شکننده پنجم اسلام همین است که همون شریعت آورده رسول الله را، همون قانون آورده رسول الله را کسی بد بیند، اصلش بد بیند. اما یک انسان یک قانون الله آورده را، الله فرستاده را، یک حکم رسول الله فرستاده را بد نبیند، ولكن کره عمل العامل بها، بد بیند عمل کننده همون چیز را، در این حالت به شکننده پنجم گرفتار نمیشود. مثال الزوجتی گفتند، مثال یک زن، این ابغض تشریع التعدد کفرت. اگر یک زن گفتند قانون الله، حکم الله که زن رو بگویم 2 3 و 4 گرفتن رو، همین قانون رو در اصل بد بیند، همین چیز بد بیند، کافر هست. اما گفتند اگر همین قانون الله گفت که من قبول کردم که همین قانون الله هست، 2 تا 3 تا 4 تا زن گرفتن مثلا وجود دارد، من این بد نمیبینم، این حکم الله هست، لیکن میگه همین زن، همین شوهری من اگر زن گیرد همون بد میبینم، چخیلی که از سبب رشک بدم میآید بگوید، در این حالت به این شکننده پنجم اسلام داخل نمیشد. ولكن کرهت لزوجها الزواج، لیکن این زن بعد دید با شوهرش که زن دوم سیم بگیرد، فهذا لا يدخل يعني لا يدخل في الناقض. گفتند این ناقضی پنجم داخل نمیشد، زیرا که این خودی همون شریعت الله بد ندید، قبول کرد شریعت الله رو، بلکه شوهرش رو بد دید که زن بگیرد. این فرق ها رو ما باید خوب بدونیم. پس فرق چیست بین کسی که تشریع یعنی قانون اسلام رو، اصلی یک مسئله حکمی آورده اسلام رو بد میبیند، یا که عمل کردن رو یک کس بد میبیند؟ فرق وجود دارد. انا کنون دیدید به مانند این که یک کس جهاد قبول دارد، میگه که من جهاد قبول دارم، جهاد حکم الله هست و زمانی که مسلمانان ضعیف هستند فرض عین میشود، اما میگه وقتی که به جهاد انسان میبرد، در وقت جهاد کردن همون مشقت زیاد میاد، کمتر میترسد، بدیش میاد، از خون و از قتل و کشتار بدش میاد. چه که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت
کتب علیکم القتال و هو کره لکم. به شما جهاد فرض شد در حالتی که شما بدتون میآید از جهاد. این را بدی طبیعی میگن، یعنی انسان به قلبش هم شریعت آورده شریعت بد نمیبیند، بلکه آورده شریعت به قلبش قبول دارد، اما بعضی از وزنینی هایی که میشد به سبب همین به انسان بعضی از بدی هایی که میاد در این حالت بارک الله فیکم این به شکننده اسلام واقع نمیشود. بارک الله فیکم. پس با همین سخنهای علی بن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره از نواقض اسلامشون به پایان رسید و خوب فهمیدید که این شکننده اسلام چی معنا دارد، یعنی شکننده پنجم اسلام چی معنا داشته است و فرقهای بین مبغض تشریع، بعد دیدن یک حکم از حکمای آورده رسول الله و بعد دیدن یا کراهیت یا کمی بدی پیدا شدن در قلب نسبت بعضی از چیزهایی که انسان انجام میدهد، فرقهای فهمیدید و بالاخره معنای این شکننده و حکمش به شما فهم شد. در حلقه آینده به شما ان شاء الله دلیل ها رو از قرآن به اثبات این شکننده ذکر میکنیم و دلیل ها رو از سنت و اقوال علما در اثبات این شکننده ذکر میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.